سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز آموزش لوبیا پلوی بدون گوشت یا همون گیاهی رو میخوام بهتون آموزش بدم. اول طبق معمول همه غذاها پیاز داغ میکنیم، زردچوبه میزنیم، سبک که شد لوبیا رو بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم. لوبیا رو تفت میدیم تا آبش کشیده بشه، سرخ بشه و در نهایت بهش یک قاشق غذاخوری رو به گوجه اضافه میکنیم و گوجه رو تفت میدیم تا رنگ باز کنه. در صورت لزوم یه مقدار آب جوش بهش اضافه کنیم در حد 2 قاشق تا روبتون باز بشه و بتونه سرخ بشه. برنج رو هم کتی کردم من و وقتی که آبش کشیده شد به موادمون اضافه کردم و دم گذاشتم. به همین راحتی، به همین خوشمزگی یک لوبیا پلوی بدون گوشت مناسب برای همه، به خصوص گیاهخواران. نوش جان.